امام رضا علیه السلام فرمود میدونی جد ما رو چجوری کشتن؟ انه ذبح کما یذبح الکبش. جد منو مثل قوچ سر از بدنش جدا کردن. آقا جان چرا نگفتی کما یذبح الشات، مثل گوسفند؟ گفتی مثل قوچ. این یه تفاوتی داره. دوران جاهلیت یکی از تفریح‌های مردم یک قوچی پرورشش میدادن، مثلا 5 نفر 6 نفر 7 نفر غذا بهش میدادن، پروردهش میدادن 1 سال. بعد سر اون 1 سال که میشد این 6 نفر دور هم جمع میشدن، این قوچ رو میذاشتن وسط، هر کدومشو با هر وسیله‌ای که داشتن به این قوچ حمله میکردن. کما یذبح الکبش یعنی جد منو مثل دوران جاهلیت کشتن، انداختنش وسط، هرچی داشت حمله کرد. نیزه زدن، شمشیر زدن، عصا زدن، لگد زدن، سنگ زدن. اینا رو زینب کبرا از تل زینبیه داره میبین. محرم دولش نبود، چی کشید؟ دید و شمر جالسون علاسه، شمر رو سینه نشسته، هرچی میخواد ببره نمیشه. اومد بیرون، چی شد؟ سنان رفت تو. سنان چی کار کرد؟ با یه نیزه به نهر امام زد، این نهر رو پیشون کشید بیرون. دوباره شمر رفت، داشت میخندید به زینب. نه 1 ضربه، 12 ضربه، 1 یا غیاث المستغیثی، 2 یا رسول الله، 3 رسول